در بخشی از مهمانداری قرار داریم. البته بخش مهمانداری را باز میکنیم. صبح پنجشنبه است و در بخشی از مهمانداری مهماندار هستم. مبارز الحق شمس استاد پانتون را دعوت کردیم و در رابطه با فرهنگ مهمان نوازی همراهشان صحبت‌هایی می داشته باشم. خوش آمدید آقای استاد، صبح شما بخیر. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین و با درود بر روان پاک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. صبح شما بخیر، صبح همه بینندگان عزیز ما بخیر. هر کسی که ما را از طریق دریچه تلویزیون ملی افغانستان مشاهده میکنه انشاءالله که بخیر و سلامت باشن و صبح خوب و خوشی را آغاز کرده باشن. امروز خوشحال هستیم که در برنامه با شماست. ممنون. شما برای همه مردم افغانستان و شاید برای همه دنیا معلوم هستند که افغانستان از چه فرهنگ‌های خوبی برخوردار هستیم و الحمدلله بخش مهمانداری افغانستان هم فوق العاده خوب هستند. در هر جایی که بری قدر و عزت مهمان میشن، یک غذای جداگانه برش پخته میشن، یک جای منظم برش داده میشن. شما بیشتر وضاحت بتین پیرامونی از این که چگونه بتانیم دیگه هم فرهنگ مهمانداری را غنامندی ببخشیم، چون مهمان خود دوست خدا هم هستن قبل از اینکه بیان رزق از داخل خانه بیان. بدون شک در کل انسان ها، همه ما انسان ها چنان که از نام ما پیداست انس پذیر و محبت پذیر هستیم و با دیگران در ارتباط بودن ما بر ما انگیزه میده و ما را زندگی اجتماعی ما را تنظیم میکنه. از این لحاظ عموما انسان ها در طول تاریخ این دو جنبه فرهنگی را در خود داشتن که یک تعداد مهمان بودن و یک تعداد هم میزبان بودن و عمده‌ترین از این فرهنگ ها را میتونیم ما شما به صفت مسلمان در زندگی پیامبران الهی ببینیم که پیامبران الهی یکی از الگوهای خوب فرهنگی در عرصه مهمان نوازی بودند و حتی در روایات داریم که بعضی از پیامبران الهی حتی غذای خود بدون مهمان نمیخوردند. پس این نکته اشاره به اولویت این فرهنگ میکنه و همچنان بر ارزش این فرهنگ میکنه و همچنان بر ارزش انسانی این فرهنگ میکنه که در هر جامعه که انسان زندگی میکنه باید در اونجا فرهنگ مهمان نوازی و فرهنگ به اصطلاح مهمان رفتن باشه. طبیعتا که مردم ما و شما هم از این به دور نمونده، در طول تاریخ مردم شریف افغانستان این فرهنگ در خود داشته، از این فرهنگ استفاده کرده و در حقیقت فرهنگ مهمان نوازی در سرزمین ما بسیار نام داره. یعنی هر کسی که در این سرزمین مرور کرده، گذر کرده، از فرهنگ مهمان نوازی اینجا خوشش آمده و همیشه تعریف و توصیف کرده، یعنی به عنوان یک خاطره ماندگار در ذهنش ثبت شده و مردم ما الحمدلله که این فرهنگ عالی و متعالی را در زندگی خود دارن و همیشه مردم ما در این نام نیک داشته. استاد، هر ارشادات الهی از خود یک فلسفه ها و حکمت های خود را داره، ولی حکمتی از این در چی بود که مهمان باید دوست خدا باشد و رزقش هم قبل از که داخل خانه بیاین، داخل جایی که مهمان میشن الله متعال رزقشه، ولی یک حکمت فلسفی خود را میتونه داشته باشه؟ طبیعتا که هر موضوعی که در شریعت یعنی به عنوان یک اصل پذیرفته شده طبیعتا که فلسفه خود داره و من قبلا اشاره کردم که انسان ها چون خاصیت انس پذیری دارن و در عین حال باید در بین انسان ها یک محبت، روابط حسنه، صمیمیت، رفاقت، همدلی، همزیستی، همدیگر پذیری باشه. به خاطر ایجاد از این ما از ترفندها باید استفاده بکنیم. یکی از او ترفندها امی اصل مهمان نوازی و مهمانداری است. به این خاطر که اسلام میخواهد که بنیاد یک جامعه را بر اساس همدیگر پذیری بگذاره و در عین حال در یک جامعه محبت قائم باشه، در یک جامعه روابط متقابل و احترام متقابل قائم باشه و در عین حال کسایی که در یک جامعه زندگی میکنن همگی یکی دیگه خدا از آن خود بدانند، یکی دیگه خدا هم فکر خود هم فرهنگ خود بدانند، در یک جامعه با در نظر داشت تمام تفاوت‌ها در پهلوی یکدیگر زندگی بکنن. از این خاطر در شریعت اسلامی این قضیه خیلی بالایش تاکید شده و قسمی که شما اشاره کردین که مهمان دوست خداست، طبیعتا خود از این معنای ازیر میته و مفهوم ازیر افاده میکنه که یعنی در هر خانه که یا در هر جامعه که فرهنگ مهمان نوازی باشه اوج چند اصل رشد میکنه. یکی اصل وحدت، همدیگر پذیری، رفاه و در عین حال سایر موضوعات خوبی که میتونه به عنوان فرهنگ حمیده در زندگی انسان ها متبادر شود. دقیقاً. استاد، کدام ولایت هست که بیشتر مهمان نواز باشن نظر به بسته افغانستان و در سطح افغانستان؟
خب اگر ما کدام ولایت تخصیص بدیم میترسم که بینندگان عزیز ما، چون ما هم به خاطر سوال مغلق مجمل پرسان کردم، چون ما خودم هم تصمیم گرفتن نتانستم که کدام ولایت. بدون شک چون بینندگان عزیز ما شاید بگویند که یعنی هر ولایتی که شاید تا از خارج از کشور که فعلا ما را مشاهده میکنن شاید باز یک قسم رشک ببرن که چرا ما را نگفتن. یعنی در حقیقت در کل مردم افغانستان و مردم شریف ما و شما این خصوصیت مهمان نوازی را داره و در هر ولایتی ما خودم سفر کردیم، در بسیاری از ولایاتی که رفتیم یگانه خاطره ماندگاری که از مردم در ذهن ما حک شده یعنی می اصول مهمان نوازیشان بود. ولیکن ما تعریف مزار باز بیشتر شنیدیم استاد. نمی‌فهم شما واقعا بعضی ولایت طبیعتا که یگانه اصول فرهنگی به خصوص خود داره، طبیعتا چی در مناطق مشرق زمین ما چی در مناطق شمال زمین ما و قطع زمین ما طبیعتا که در ارتباط به مهمان نوازی باز بعضی از خصوصیات خاصی را مردم دارد طبیعتا. استاد ما باز مخالف یک چیز هستم، مثلا مهمان دوستم دارم، خوش آمدیدم برش میگویم، همیشه علاقه مندم هستم که مهمان بیایم بریم و از اینکه زیادتر مهمان شوم علاقه مند هستم که زیادتر میزبان بوده باشم. در این رسم و رواج مهمان و مهمانداری مرا یک موضوع باز موضوع چای آوردن او قدر علاقه ندارم امرایشان. مثلا من میگم که مهمان آمد درست است یا چای یا نوشابه یا قهوه هر چیزی که میل داشته باشن، ولی که در افغانستان ما شما فرهنگ داریم که مهمان باید برش چای بیتی، اگر کل دنیا را هم برش بیتی ولی که بازم اگر از خانه برآمد میگه ما را یک گلاس چای نداد. اگر کسی هم صدا میکنیم میگه بیا یک گلاس چای امرای ما بخور. من نمیفهم تمرکزی همه مردم بالای چای چرا هست. واقعا هم یک اصلی که پذیرفته شده در مهمان نوازی همین چای خوردن و یک لحظه دور هم شیشتن و چند دقیقه تکلم کردن و صحبت کردن و در این حال در دل کردن و اینا، شاید همین چای یک زمینه باشه و یک پیش زمینه باشه به خاطر از اینکه همگی یکی دیگه خود بیابن، یکی دیگه خود پیدا بکنن، یکی دیگه خود در کنار همدیگر حس بکنن. از او خاطر همین فرهنگ واقعا نهادینه شده. اگر گرمی باشه باز از چای کده یک گلاس سرد خوب طبیعتاً ما در قبلا هم که اشاره کردیم در بعضی از ولایات داریم زمانی که شما برای بار اول که میری یعنی بر شما باز چای نمیارن، با در نظر داشته همون گرمی و سردی هوا، با در نظر داشته همون شرایط اقلیمی باز براتون یک چیزی میارن که برای طبیعت شما بخوانه و این یکی از فرهنگ‌های خیلی خوب مردم ما شماست الحمدلله. استاد میفهمین در کشورهای آسیای میانه خانهشان که مهمان بری باز برات حتما یک گوسفند میکشه، باز با رسم مهمان نوازی قبل از اینکه دیگه غذاها را بیارن بازم کلی گوسفند باز هر چیزی که برات ذبح کرده باشه باز او را میاره پیش روی مهمان میمونه، مهمان باز از او باید یک کمک زره بگیره باز بعد از او غذا را میل بکنه. در افغانستان ما هم چون فرهنگای خوبی را داریم اگر متوجه شده باشه. طبیعتاً در افغانستان ما هم یعنی فرهنگ‌های مختلف وجود داره، از جمله یکی اینا. و یک موضوع دیگه ای که ما در یک جای از وطن ما یک چیزی رو دیدم و زمانی که مهمان خانه کسی میاد باز برش کلوخی آماده میکنن، بسیار یک غذای خوشمزه، با وجود از اینکه اما مرحله پختنش و آماده کردنش اینا خیلی سخت از دشوار است، ولیکن با قبول همه زحمات به خاطر از اینکه یک مهمانداری خوب کرده باشن و یک میزبانی خوب کرده باشن باز برش کلوخی جور میکنن. یا در بعضی از ولایت‌ها داریم که در حصه مهمان نوازی برای مهمان ها لاندی جور میکنن، لاندی از گوسفند جور میکنن که طبیعتا این هم یکی از فرهنگ های خیلی خاص در عرصه مهمان نوازی در کشور ما شماست. ولیکن بیشتر باز معمولا اگر متوجه شده باشین وقتی که مهمان میگه چی پخته کنیم میگه بین برنج پخته میکنیم، همیشه تاکید بالای چای و برنج بیشتر هستن. بیشتر است ولی لاندی را یاد کردین استاد، فکر کنم طرفای غزنی باز بیشتری رواج هستند که مهمان میرن باید اونا باز لاندی برشان پخته میکنن، چون اون مردم ها همیشه به نحو وارد فرهنگ شدن که مساله باید لاندی داشته باشن. بله قضیه است. و همچنان یک غذای خوب دیگری که برای مهمان در سمت مشرقی ما بیشتر در نظر گرفتن و در عرصه مهمان نوازی خیلی کاربرد داره، همین غذای روش است. یعنی برای بار اولی که خانهشان میری و به صفت مهمان وارد خانه میشی اولین چیزی که امروز مواجه میشی غذای روش است، بسیار خوشمزه، بسیار با طبیعت، بسیار با مزه. طرف مشرقی طرفای کنر منظورم از ننگرهار و کنر روی جای هستن. خوب روش پخته میکنن اون طرف هستن؟ بدون شک بسیار یک روش مزه‌دار پخته میکنن، اگه یک بار بخوری شاید بارها عوض شه بخوری.
درست. یه خوبی دیگه هم که افغانستان دارد، هر ولایتش یک غذای بخصوص خود را میتواند داشته باشه. مثلا مزار خوب قابلی پخته میکنن، بسیار قابلی عالی پخته میکنن. مثلا طرف های مشرقی گفتن که روش خوب پخته میکنن، طرف های هرات باز کچری اگر بشناسین خوب پخته میکنن، باز طرف های مزار برشان شوله غوربندی میگن. صبح همه سنایزان بینده بیشتر از غذا برشان یاد بکنیم، کسایی که چای نخورده شاید یگان تا نیت داشته باشه که در پیشین از همین غذا ممکن خوب است که در خاطرشان بیاید. بله دقیقاً میتونن. ببین چگونه بتانیم که فرهنگ‌های خوبمان علاوه از مهمانداری، فرهنگ‌های خوبی که در افغانستان داریم، برای غنامندیش چه کارهایی رو باید انجام بدیم؟ خب یکی از موضوعاتی که میتونه که در غنامندی فرهنگ و در ترویج فرهنگ خیلی مؤثر باشه، عمل کردن به فرهنگ‌هایی است که از گذشته بر ما باقی مانده. هر قدری که بتونیم این فرهنگ‌ها را در زندگی عملی خود تطبیق بکنیم و در زندگی عملی خود نهادینه بسازیم، طبیعتاً که با مرور زمان این به یک عادت و به یک عرف تبدیل میشه و این میتونه که یکی از عناصر مهمی باشه در تقویت فرهنگ ما، در نهادینه ساختن فرهنگ ما و همچنان به خاطر به نمایش گذاشتن فرهنگ ما برای همه مردم جهان. از این لحاظ کوشش شود که در زندگی عملی خود از فرهنگ هایی که در گذشته داشتیم، فرهنگ های خیلی خوبی که داشتیم، از این بسیار کار شود، روش تمرین شود، هر روزه در زندگی ما به اصطلاح استفاده شود و ما و شما یک زندگی فرهنگی را این شکل بدیم در اجتماع خود، در خانواده خود، که این متضمن حفظ فرهنگ های گذشته باشه. به هر پیمانه‌ای که ما فرهنگ های گذشته را حفظ بکنیم، به اون پیمانه میتونیم که یک فرهنگ عالی را بره، خصوصا در عرصه میمون نوازی و میمونداری و میزبانداری و همچنان در سایر بخشا یعنی بتونیم عملی بکنیم. دقیقاً. استاد اگر متوجه شده باشین، اگر یک کسی بخواد خانه جور بکنه، پیش از اینکه برای اتاق شخصی خودش فکر بکنه، برای مهمانخانهش بیشتر تمرکز توجهش هست که باید مهمانخانه داشته باشه. بخصوص طرفای اطراف باز اگر متوجه باشین، جدا برش یک خانه میسازن، یک اولی میسازن منظم که خانه مهمان است. وارگویی که باز مهمان بیان، باز از اون خانه برشان استفاده میکنن، همه چیزشان جدا و متفاوت و با وجه احسن کوشش میکنن خوب میشه. کشورهای دیگه فکر نکنم مهمانخانه داشته باشن. بسیار کشورهای کم را خبر دارم که خود طبیعتا زندگی در هر کشور متفاوت است و اصول فرهنگی مردم متفاوت است. اصل مهمان نوازی در یک فرهنگ مشترک همه انسان هست، ولیکن بعضی کشورها نظر به مو ضوابط و شرایط اجتماعی که دارن شاید نمیتونن که به می شکل یک زمین سازی صورت بگیره، یا شاید بسیار کم باشه، یا شاید هم مشکل نباشه که مهمان همراه خودشان همراه جمع فامیل بشینه و اینا مشکل نداشته باشه. ولی در افغانستان ما شما خوبی همی است که قبل از اینکه شما اشاره کردید، قبل از اینکه خانه ساخته شود همگی تمرکزش سر از است که بعد مهمان خانه کجا باشه. و طبیعتا شما اگر به طرف سمت شمال بری، باز یک چیزی به نام خوشخانه وجود داره که یک خانه جداگانه برای مهمان است که مهمان سراپا دورمو خانه در خدمتش هست، از خوابیدنش، گشتنش، چکرش، رفتنش، آمدنش، غذا خوردنش، همه چیزش در اونجا آزاد میره و آزاد میاد و هیچ تکلیفی برای مهمان هم وجود نداره. استاد دارین کدام خاطره خوب از مهمان بودن یا از مهمانی و یا میزبانی دارین کدام خاطره شریک بسازید؟ طبیعتا خاطرات بسیار زیاد است. خاطرات از چند ولایت افغانستان داریم. یکی از خاطرات ما ولایت قندوز رفته بودیم، تقریبا 3-4 روز همونجا یعنی میمان بودیم. در همین 3-4 روز یکی خواهیم مسئله خوشخانه را که یاد کردم، بسیار یک جای آزاد برای مهمان، بسیار یک جای راحت برای مهمان. یعنی مهمان از هیچ لحاظی برای مشکل مواجه نمیشه. هم در وقت غذایش میاد، در وقت چایش میاد، در وقت نماز آن به طرف مسجد، همه چیزش آماده. و در عین حال یک خوبی را که من در ننگرهار دیدم اوی بود که زیر درخت‌ها بسیار یک چپریای خیلی خوب جور کرده بودن. وقتی که غذا خورده میشد با سر می چپرکتایی که یعنی از نی ساخته شده بود، به خاطر از اینکه عرق نکنه و هوا چون گرم می باشه اونجا، باز اینجا میشتیم و باز بعد از او به اصطلاح چای می آوردن و چای می خوردیم. بسیار یک فضای دلانگیز، بسیار یک فرهنگ عالی و همون چیزایی که استفاده میشد، تنوع فرهنگی را ما در دیدیم واقعا مشاهده کردیم. باز اگر قندار رفته باشه استاد، ولو که زمستان باشه که یگینی قدر دوغ نباشه، با سر دسترخوانی چه امکان طبیعتا ولیکن تا به حال قندار نرفتیم. امید است که یک بار آرزو دارم که به طرف ولایت قندار هم یک سفر داشته باشیم، یک سفری که بتانیم فرهنگ های مردم قندهار را
یعنی عملا ببینیم. و جالبتر از همه ای که باز مردمای مزار وقتی که نانم میخورن باز کت نانم باید چای باشه، باشن. بله، چای چای نوش داشته جان باشن. بکنن. این عادتشان است. هم چای و بوره که در پهلوی نانشان نباشه باز اصلا هیچ احساس میکنی که اونا بوره نان باز درشان طرفای نمیشه. سمت مشرقی بیشتر فکر کنم بله. استفاده میشن. بدونشان. نظر به سمت شمال اولا باز چای تلخ میخورن، یگان میوه خشک همراهش نوش جان میکنن. در غیر از او همراه نان هم باشن، اگر برنج هم باشه باز یک توته نان خشک هم میگیره کت چای نوش جان میکنن در جریان نان خوردن. فرهنگای خوب داریم، فرهنگای متنوع داریم در افغانستان که همیشان واقعا قابل قدر هستن، مشوقین خاص خود را دارن. با امید از اینکه یک کمک زره اقتصادها خوبتر شوند که بهتر بتانیم مهماندار باشیم، میزبان باشیم و بتانیم سفر به ولایت‌های افغانستان داشته باشیم و از فرهنگ‌های خوب و غنامندی خوبمان با خبر باشیم. مردمای سمت جوزجان هم فراموش نکنیم، اگرچه وقت محدود هستن اونا باز به رسم مهمان نوازی حتما یک تحفه برای مهمان خود میدن. طبیعتاً معمولا چپن که بله، چپن است، کلاه است، یعنی بعضی از چیزهایی که توسط دست بافته میشه و از جمله صنعت‌های فرهنگی دستی مردم باز برای مهمان تحفه هم میتن. هر کسی که در ولایت میره حتما یک تحفه از ولایت میاره. مهمانان معمولا تحفه میبرن در افغانستان استاد؟ طبیعتاً که مهمان‌ها هم زمانی که وارد یک خانه میشن یا جایی میرن، باز خصوصا یگان مراسم و این موضوعات که باشه، طبیعتاً که با خود تحفه میبرن. باز یک جای استاد یک خاطره رو برتان شریک بسازم. یک جای بردیم تحفه را، باز پس که آمدیم در خانه موتر که ایستاد کردیم که تولبکس موتر باز کردیم، چیزی که برده بودیم پس آورده بودیم تا نکرده بودیم، فراموش شده. گاهی تا هم رخ میدن. طبیعتاً بله، بعضی اوقات به این ترتیب میشه که خانواده فراموش میشه. ولی بسیار خوب است. فرهنگای افغانستان واقعا که خارق العاده است و واقعا که بی‌نظیر هستند. این همه دنیا میفهمن و همه مردم افغانستان هم میفهمن. با امید غنامندی هرچی بیشتر فرهنگای خوبمان ممنون و سپاسگزار هستم آقای مبارز الحق شمس استاد پانتون از اینکه دعوت ما را پذیرفتن و صحبت‌های خوب و یاد از فرهنگای خوب کشورمان با شما کردیم. سپاسگزار هستم.